خسته نباشی برادر. ممنون. اسمتون چیه؟ امین. شما اینجا مشغولی؟ راستش تا همین چند روز پیش یه آشنایی داشتم که اینجا کار میکرد، ولی الکی انداختنش بیرون. آقا امین، گفتم بیام با تو صحبت کنم. یعنی اگه فردا پس فردا بلایی که سر دوست من اومد سر تو هم اومد، از الان یه فکری به حال خودت کرده باشی. رک بگو چی میخوای؟ من واسه اینجا نقشه هایی ریختم. راستش با کمک تو میتونیم پول خوبی در بیاریم. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. حالا میذاشتی حرفم تموم شد؟ فرض کن تموم شد. اگه نظرت عوض شد؟ عوض نمیشه آقا جون. ای بابا. امین، مشکل این یارو چیه؟ سراغ یه آدرس رو میگرفت ولی من گفتم نمیدونم کجاست. ببین، این آدم به نظر قابل اعتماد نیومد. اگه یه بار دیگه اومد چیزی گفت، تو نگران نباش، خودم یه کاریش میکنم. افه حرف نمیزنه. بچه از پسرم، بهش کم فرصت بده. کار خوبی میکنه. وقتی اینطوری با هم رفتار میکنه بهتر متوجه اشتباهاتم میشم. کجا؟ قراره امین بره ملاقات پسرش، منم میرم. خدا کمکش کنه. دوری از فرزند خیلی سخته. مانم نمیشه که آردا رو ببینم؟ حالا بذار ببینم نتیجه دادگاه چی میشه، بعدش ببینیم. پسرم رو میگیرم. اجازه این کار رو نمیدم. نتونستی مراقب دخترم باشی، مراقب نوام هم نمیتونی باشی. تا امروز صبر کردم ولی دیگه تموم شد. کجاست؟ تو حیاته. ببینین آقا، امین کار پیدا کرده، شب و روز کار میکنه. به نظر تو یکم دیر نیست جوون؟ اون زودتر از اینا باید فکرشو میکرد. اون وقت دخترم این بر اون بر دنبال کار نمیگشت، میشست تو خونه و برای بچهش مادری میکرد و زنده میموند. میای با هم فوتبال بازی کنیم؟ بعدم بازی میکنیم آردا. ببین پدرت اومده دیدنت. حالت چطوره پسرم؟ ببین برات هدیه آوردم. بگیر دیگه. حالت خوبه؟ خوبه. آردا پسرم، من شروع به کار کردم، دارم پول جمع میکنم. اومدم ببینم چیزی نمیخوای؟ دلم خیلی برات تنگ شده بود. اما مراد نمیای فوتبال بازی کنی؟ آردا پدرت. شما بازی کنین. امین کجا؟ نمیشه، اون منو نمیخواد. بهش فرصت بده، اون بچه است، بالاخره میفهمه تو چقدر دوستش داری. به این زودی منصرف نشو. خیلی خوب. حرف دیگه ای برای گفتن دارین؟ نه قربان. خیر قربان، نداریم. بهبودی وضع مالی امیر شنول و نتایج مثبتی که از روانپزشک مربوطه گرفته شده به پرونده اضافه شده. اعتراضات شاکی نسبت به این مسائل مورد توجه قرار خواهد گرفت. آردا پسرم، بلند شو ببینم.
حالا سوالی ازت دارم، فقط باید با نگاه به من جواب بدی. آثار زخمی که روی صورت دیده میشه کار پدرت پسرم؟ بدون اینکه بترسی بگو، پدرت باهات بدرفتاری میکنه؟ بله، منو هول میده. نه آردا، دروغ نگو. ساکت چین. دروغ میگه جناب قاضی، میخواد بگه زور زیاده، هر دفعه هم یه بلایی سرش میاد. آردا راستشو بگو. بریم بیرون. آقا رو ببریم بیرون. آردا راستشو بگو. با پدرت این کارو نکن. ساکت چین. عذر میخوام قربان. آردا راستشو بگو. بنویس خانم. آردا یه دقیقه. پسرم نمیخوام چیزی بهت بگم. دیدی که تو دادگاهم سکوت کردم. فقط جوابمو بده. برای چی دروغ گفتی؟ آقا محسن، میخوام یه صحبتی باهاتون بکنم. متوجهم که نیتتون فقط اینه که برای نوتون زندگی خوبی فراهم کنین. البته. ولی یه انسان ممکنه گاهی اوقات با نیت خوب مرتکب کارهای بدی بشه. یعنی چی؟ ببینین، بچه‌ای که امروز برای موندن پیش شما دروغ میگه، ممکنه فردا برای به دست آوردن هر چیزی که میخواد دروغ بگه. من و شما خوب میدونیم که پدرش بهش آسیبی نرسونده. ولی دلیل نمیشه که در آیندهم نرسونه. ببینین، با این کار ممکنه اجازه دیدن پسرشو به امین ندن. هر بچه‌ای به پدرش نیاز داره. من اینکه نمیخوام با تو زندگی کنم، یه زندگی عادی میخوام، یه زندگی میخوام که هیچ کس پشت سرم نخنده. نمیتونم همچین زندگی برات فراهم کنم. من یه بابای عادی میخوام، تو یه جوره دیگه ای. امین آروم باش. راحتم بذار. ازت خسته شدم. پسرم ازم گرفتی. اون تو رو بیشتر از من دوست داره. برام دلسوزی نکن. معلومه که دلم به حالت نمیسوزه. اگه اینطوره پس عکس العمل نشون بده. زود باش، تو هم منو بزن. نمیتونی بزنی نه؟ بزن دیگه. امین ولم کن. راحتم بذار. امین لطفاً باز کن. میخوام کمکت کنم امین. میدونم خونه ای. مرکز زیبایی گنسیس. میخوام از این به بعدشو خودم حل کنم مراد. بهم اجازه بده. ما کلی پیشرفت کرده بودیم ولی به جایی نرسیدیم. نمیتونم صبر کنم و بذارم پسرم از دستم بره. ولکن مراد، ولکن. بذار خودم مشکلمو حل کنم.
خداحافظ. بفرمایید. فرمایشتون. سلام، برای آگهیتون آمدم. اوه بفرمایید. بذارین اولین بروشور رو تقدیمتون کنم. خدمات شرکتمونه. بعدش در مورد کاری که قرار بکنیم صحبت میکنیم. لزومی نداره. برای جراحی بلندی قد اومدم. خیلی دلتون میخواد قدتون بلند شه؟ بله خیلی دلم میخواد، ولی نه به خاطر خودم، به خاطر پسرم. شاید اگه قدم بلند شه پسرم از وجود من خجالت نکشه، شاید اون قبولم کنه. متوجه شدم. نگران نباشید، کاملا درکتون میکنم. هر کاری از دستمون بر بیاد براتون انجام میدیم. سال دیگه ندارید؟ بله دارم. مخارجش میخوام بدونم خرجش چقدر میشه. آردا، ازت یه سوال دارم. بله پدر بزرگ. برای چی دروغ گفتی پسرم؟ من دروغ نگفتم. بابا منو میزد. ببین پسرم، میدونم که میخوای پیش من بمونی. همین میشه. منو نمیخوای؟ این شرفیه پسرم. گفتم که میتونی پیشم بمونی، ولی درست نیست برای به دست آوردن چیزی دروغ بگی. دروغ گفتن کار خیلی بدیه. من دروغ نگفتم. تو هم منو نمیخوای. خسته نباشی. ممنون برادر. امضا کن کامیون را بیفته. کامیون صبر کنه. چی کار داری؟ میخوای کارتونا رو بشماری؟ قدت نمیرسه. یه بار دیگه بگو دیگه. زود باش بگو. خیلی خنده دار بود داره. زود باش بگو. زود باش حرف بزن بگو. امین نزدیک نشو. چی کار میکنی؟ تو دخالت نکن. امین خودتو کنترل کن. ببین این تو نیستی. من نیستم. چرا؟ ببین چقدر ترسیده. ببین حالا که چاقو دم گلوشه چشاش چطوری برق میزنه. خب پس ببر. اون خیلی آدم بی خودیه. خلاصش کن. خدا فکرشو میکنم به پسرت چی بگم. تو به کارت برس. زود باش. مگه نمیخوای ثابت کنی قوی هستی؟ با کشتن یه آدم ثابت کن. امین گوش کن چی بهت میگم. چیزی برای گفتن ندارم. برو. آقا امین خوش اومدی. مثل اینکه نظرت عوض شد. آره عوض شد. اومدم پسرمو ببینم. امین منم میخواستم باهات صحبت کنم. من نمیخوام باهات صحبت کنم. پسرم کجاست؟ گوش کن چی میگم. الان فایده ای نداره با آردا صحبت کنی، ولی من فکر میکنم فکراتو واسه خودت نگه دار. پسرم ازت پس میگیرم. میبینی با رضایت خودش. حالا همه تون میبینین.
بله آقا محسن شما هستین؟ امین 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 الو مرکز زیبایی گنیسیس بفرمایید. الو سلام. سلام. چه کمکی از دستم برمیاد؟ الو الو آخرین بار به مرکز زیبایی گنیسیس زنگ زده. بذار از جراحامون یه سوالی بکنم. اینجا صبر کن. باشه. خوش اومدین. ممنون. بفرمایید. یواش مراقب باشین. آرومتر. آروم. مراد باید تا دیر نشده دوستتو پیدا کنیم. چی؟ مرکز زیبایی گنیسیس متعلق به فردی که از طبابت برکنار شده. به علت جراحی در مکان غیر بهداشتی منجر به نقص عضو چندین نفر شده. وای خدای من. بیا بگیر آدرسش اینه. خیلی خوب. فوراً به پدرت خبر بده. باشه. زود باش. آقا امین، فقط یه روز مونده تا به شکل دلخواهتون در بیاین. خیلی درد داره؟ بهبودیتون زمان میبره. بعد از عمل 10-15 روز اینجا نگهتون میداریم. باید طی این دوره تحت کنترل باشید. بفرمایید. چطور تونستین همچین اعتمادی بکنین؟ با این وضعیت زندگیتون رو به خطر میندازین. برین به جون مراد دعا کنین. قربان پولا رو پیدا کردیم اینجا. خیلی خوب. معلومه که پشیمونه. میتونی بری. واسه پسرش این کارو میکنه. اینم لطفاً وارد کنه. امین یه سوالی دارم. اینا بابت بدهیت برگه چیزی دادن امضا کردی؟ نگران نباش امین، فقط بگو چطوری هزینه رو پرداخت کردی. نه زود باشین. سری سری سری. دونتر دونتر.
همینجاست جناب کمیسر. از اون وسط یه راه داره، جلوتر میرم یه نگاهی بندازم. چرا مسخره بازی در میاری؟ فقط آوردیمت اینجا آدرس و نشونمون بدین. بشین سر جات. قربان اگه من بدونی که متوجه بشم وارد شم و در خروجو ببندم نمیتونم فرار کنم. گفتم بشین سر جات، نباید از ماشین پیاده شی. زود باشید. سریع برید برو. سریع برو. برید برو. تسلیم شید پلیس. خیلی خوب فرار نکنید تسلیم بشید. دست بالا. جلوشونو بگیرین، داره فرار میکنه. فرار نکنین. آخه چی بهت بگم؟ مگه نگفته بودم از ماشین پیاده نشی؟ راویاف حالت چطوره؟ خوبم افه. تو چطوری؟ من باهاش قهر کردم. با کی؟ با مراد؟ برای چی؟ اون بهت حرفای بد زده، مسخرت کرده. اون موقع کوچیک بود. آره قلبشم کوچیک بوده. بس دیگه اینقدر سکوت نکن. حرفی برای گفتن پیدا نمی کنم. از این جریان درس بگیر. اگه آردا بشنوه چی بهش بگم؟ برای فکر کردن به این چیزا خیلی دیره. حالا باید فکر کنید چی کار میتونیم انجام بدیم. چیزی به جلسه بعدی دادگاه نمونده. آردا پسرم، برای چی تو خونه بازی میکنی؟ بازی میکنم دیگه، حوصله‌ام سر رفته. ببین آردا، میای یکم با هم حرف بزنیم؟ پسرم تو چون از دست بابات عصبانی هستی اینجوری رفتار میکنی. نه بابا چه ربطی داره؟ عزیز دلم فقط پرسیدم. تو منو نمیخوای، هیچ کس منو نمیخواد. پسرم آردا وایستا. بیا اینجا رو جمع و جور کنیم. حسابی بیخیال همه چیز شدی یا؟ تنهایی مثل جهنمه. ولی آره، چه آردا باشه چه نباشه نمیشه اینطوری به زندگی ادامه داد. بله بفرمین. امین، آردا اونجاست؟ بچه را از خونه فراری دادی. اگه اجازه میدادی به همه چیز سر و سامون میدادم ولی ندادی. اجازه میدادم ولی الان وقت این حرفا نیست. اول باید فکر کنیم ببینیم آردا ممکنه کجا رفته باشه. کجا میتونه رفته باشه؟ خدایا خودت کمکم کن. شما برین خونه دوستاش یا مدرسهش. سراغ کدوم دوستش برم؟ نمیدونم ولی باید از هم جدا بشیم. امین حالت خوبه؟ ولی اگه مشکلی پیش بیاد نمیایم سراغ تو، میریم سراغ عزیزت. کار اون آدم هست. کدوم آدم ها؟
این کلید نونوایی، اینم نامه آقا ممتاز. من دیگه چیزی نمیگم. مراد خودش تصمیم بگیره. با خودش صحبت میکردین آقای ابراهیم، من که نمیتونم دخالت کنم. مراد حرف نمیزنه، حتما یه دلیلی برای خودش داره. خب دیگه با اجازه. نمیدونم چی بگم. ممنون. خسته نباشی اوستا جون. ممنون اوستا. عمو جان. بله کوچولو. دنبال عمو مراد میگردم. با مراد چی کار داری؟ برادر ابراهیم جریان چیه؟ چه جریانی سنو؟ داریم با هم گپ میزنیم. صبر کن. ببین کوچولو، اون کوچه جلوی خونه بزرگ چوبی دست راست. خیلی خوب ممنون. این بچه دیگه کی واسه چه آدرس مرادو بهش دادی؟ پرسید، منم گفتم کجاست. برای چی نباید میگفتم؟ اوف این مراد کجاست؟ باز داره چه فیلمی بازی میکنه؟ خودشو که پیدا کردی ازش بپرس. دیگه نمیشه رفت طرفش. ای بابا مراقب باش دیگه کوری. همه رو گذاشته سر کار این مراد. باید خودم برم پیداش کنم. ای بابا. الو مادر، اومدیم. جمیل کجا مادر؟ نمیدونم پسرم. بچه رو برداشت رفت. اون کی بود؟ جریان چیه؟ افه رفتن طرف اون ساختمون نیمه کاری که دارن میسازن. عجله کنین. بریم. برم کن.
صبر کن. منو بزن، منو بکش، پسرمو ول کن، التماس میکنم. تو با من مشکل داری، هر کاری بگی میکنم، ولی پسرمو ول کن. باشه بیا جلو. امین وایسا. بچه رو ول کن. اول تو بیا. بابا پسرم نترس. بچه رو ول کن. اول تو بیا. بابا خیلی خوب پسرم، آروم باش. امین بچه رو ول کنی. امین حالا نوبت توه. پس تو نقشه منو به هم ریختی. بعد از اینکه از دست تو هم خلاص شدم، پدر بزرگش میگه این کوچولو قیمتش چقدره. نزدیک نشو. چی کار میکنی؟ گفتم نزدیک نشو. بچه رو ولش کن. تو هم خفه شو، انقدر حرف نزن. آروم باش، آروم باش. زود باش بچه رو ول کن. زود باش، بهت گفتم ولش کن. حوصله سر و کله زدم و تو رو ندارم. بمیر. آردا پسرم بیا عزیزم. بابا اسلحه رو بگیری. امین دستتو بده من. بیا بالا. بابا جون فکر کردم تو مردی. پسرم من که تو رو تنها نمیذارم. بابای شجاعه کارت عالی بود. افه افه عمو امین عمو امین حالت خوبه؟ خوبم افه. آردا رو از دست اومده نجات دادی. با کمک عمو مرادت. اون خیلی کمکم کرد. ببین من به پسرم رسیدم. ولی پس معلومه دیگه قلب کوچیکی نداره. بزرگ شده. بیا جلو. بیا جلو. ببخشید. بخشیدمت. ولی یه شرط داره. بگو ببینم چیه؟ باید فوتبال یادم بدی. میخوام سال دیگه وارد تیم بشم. خیلی خوب باشه. بودی ببینم. خیلی خوب حالا با آردا بریم بازی کنیم. بودو. بیا بریم. جونم و مدیون تو هم امین. من که بیشتر مدیونتم. هم جون خودم و هم جون پسرم رو نجات دادی. بهم نشون دادی که چطور روی پای خودم بایستم. حلالت کردم. یه لحظه هم درنگ نکردی. نزدیک بود بمیری. اون پسرمه. معلوم اگه لازم باشه جونم براش میدم. ابا همیشه میگفت خیلی پدر خوبی میشه. اون بهترین مادر دنیا بود. آردا یادگار اون برای توه. باید پیش تو بزرگ بشه. مادرش حتما همینو میخواست. مادرش همیشه میخواست ما رو دور هم ببینه. پدر و پسر و نوه. چرا بعضی از آدم ها ناقص هستن عمو مراد؟ فقط خدا میدونه افه. خب ولی آخه این درست نیست. خداوند که به بنده هاش ناحقی نمیکنه. این انسانه که ناحقی میکنه. اگه انسان ها به هم بدی نکنن، آدمای ناقصی که تو میگی دیگه فرقی با ما نخواهند داشت. برای اینکه خداوند شخصیت انسان رو با زیبایی و قد و بالاشون نمیسنجه. خب پس با چی میسنجه؟
با ایمانشونه فجون. هر کسی خداوند رو بیشتر دوست داشته باشه و هر کسی بیشتر مراعات حق دیگران رو بکنه اون بزرگتر و بی‌عیب‌تره. یعنی مثلا بد بودن بدتر از ندیدنه؟ بد بودن بالاترین بدی هست فجون.